یک شهروند 40 ساله تاجیکستان در ایستگاه مترو بیبلیوتک ایمنی لنین در مرکز شهر مسکو یک کودک را از مرگ نجات داده است. خبر داد امکارو. این حادثه روز 13 مارت روی داده است. یک خواننده صنف 4 که روزهای یکشنبه بیرون از درس به کورس‌های دوریدگری میرفت در ایستگاه باگراتینوفسکایا به مترو سوار شده باید به خانه‌اش در نوع سکولنیکی میرفت، اما هنگام تبدیل ایستگاه در ایستگاه بیبلیوتک ایمنی لنین این کودک ناگهان بر روی خط حرکت قطاره مترو افتاده است. طبعا یک شاهد حادثه به امکان نقل کرده است که یک مرد سیمایش آسیایی از پس کودک خود را بر روی خط راه مترو پرتافته هنوز تا رسیدن قطاره کودک را بیرون کشیده است. معلوم شد که این مرد نجات بخش کودک شهروند 40 ساله تاجیکستان بوده است. کودک را به بیمارستان برده در ریانیماسیون خوابانیدند. وضع سلامتی او وزنی است چون که در نتیجه افتادن جگر و تلخه کودک کفیده است. این که می نویسد نجات بخش کودک به کارمندان پلیس نقل کرد که کودک نافهمیده به پایان برای خط قطاره مترو افتاد. خود قهرمان حادثه اینک 20 سال باز در مسکو به سر میبرد و از حساب کار در ساختمان ها و تعمیر خانه ها روز میبرد. در حال حاضر او در یگان جا کار نمیکرده است. آسیا پلوس خاطر رسان کرده است که این نخستین حادثه حیات خود را به خطر گذاشته دیگران را نجات دادن مهاجران تاجیک در روسیه نیست. ماه ایون سال 2020 حاجی مراد قلندروف دانشجوی سال اول دانشگاه اگراری باشقردستان در شهر اوفا هنگام استراحت در لب دریای بیلیا غرق شدن دو کودک را دیده برای نجات آنها خود را به دریا انداخت. حاجی مراد توانست آن دو کودک را نجات دهد ولی خودش غرق شد. مقامات باشقردستان حاجی مراد قلندروف را پس از مرگش مدال برای کارنمایی قدردانی کردند. سال 2018 فرزان سلیبوف نام مهاجر تاجیک حیات خود را به خطر گذاشته هنگام سوختار در فروشگاه زیمنیای ویشنیا در شهر کیمیروو 10 نفر را نجات داد و برای این سزاوار مدال کمیته تفتیشات روسیه شد. همچنین در سال 2019 پلیس کشور خباروفسک بختیار عثمانوف نام طفل تاجیک را با جایزه قدردانی کرد. بختیار که در صنف 3 تحصیل میکرد یک کودک خواننده صنف 1 به نام اسلاوا را که به چاه آب افتاده بود بیرون کشیده از مرگ نجات داده بود.